پس از گذشت 3 سال از عمر حکومت وحدت ملی، اکنون رئیس اجرایی این حکومت به وضاحت کوتاهی و ناتوانیشان را میپذیرند. عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران در مورد عدم تأمین امنیت مردم و ایجاد فاصله میان مردم و حکومت گفت: در حکومت داری ما کوتاه آمدیم، به صورت کل حکومت وحدت ملی کوتاه آمده، کارهایی شده، کارهایی صورت گرفته، اما کافی نیست. تست از پیش مردم افغانستان است که مردم افغانستان در مورد عملکرد ما چی میکنن و مردم افغانستان واقعا صبر و حوصله را از خود نشان دادن و حمایت نشان دادن و مردم افغانستان از حکومت وحدت ملی حمایت کردن، مستحق هستند که بهتر برشان خدمت شود. پیش از این شمار از سیاسیون، احزاب سیاسی، فعالان مدنی و شهروندان کشور از بیکفایتی حکومت وحدت ملی به شدت انتقاد کردند. به گفته آنان وضعیت سیاسی، امنیتی، سیاست خارجی، اقتصاد و سرمایه‌گذاری ها به وخامت گراییده است. در کنار آن افزایش نرخ تورم و بیکاری و در نتیجه ازدیاد فقر، فساد اداری و بالاخره بدتر شدن وضعیت امنیتی چالش هایی است که سیاسیون آن را دستاورد حکومت وحدت ملی می‌خوانند. حزب جمعیت اسلامی افغانستان، جبهه ملی نوین، شورای حراست و ثبات، شورای احزاب جهادی از جمله احزاب برجسته اند که مکرراً عملکرد حکومت را به باد انتقاد گرفتند. از سوی هم شمار کارشناسان سیاسی میگن که سران حکومت با اعتراف ناتوانیشان میخواهند که اعتماد از دست رفته ایشان در نزد مردم را دوباره جلب کنند.